سلام، من فاطمه شجاع هستم، طراح و موشن گرافیست. خیلی خوشحالم که به دوره من اومدین. توی این دوره قراره یه همچین بنر یا به صورت پروژه محور توی فتوشاپ طراحی و اون رو توی افتر افکت موشنش کنم. خب، بدون معطلی میریم سراغ طراحی اولیه‌مون. وقتی که وارد فتوشاپ شدیم، از این قسمت بالا، از قسمت فایل نیو رو بزنید، یا میتونین کلید میانبر کنترل این رو روی صفحه کلیدتون بزنید. سعی کنید از کلیدهای میانبر استفاده کنید چون به کارتون سرعت میده. خب، کنترل اینی که زدید، این صفحه این پنجره براتون بالا میاد. خب، از این قسمت یه اسمی برای پروژهتون انتخاب کنید. میتونید تغییر بدین اسمشو. سایز استوری موشن، سایز استانداردش 1080 در 1920. این گزینه هم روی پیکسل باشه حتما و این گزینه پایین هم روی پیکسل و اینچ. کالر مودش تو RGB کالر باشه، اینم 8 بیت باشه. از اینجا میتونید رنگ سندی که میخوایم ایجاد کنیم رو تغییر بدیم. من همون سفید رو میخوام باشه. خب، تغییرش نمیدم. کالر پروفایلش sRGB باید باشه بچه ها. این هم گزینه اول. حالا کریت رو بزنید، ببینید سندی که میخواستین تون ابعاد برامون ایجاد شد. خب، حالا ما اینجا میخوایم این بنر رو طراحی کنیم. برای این کار نیاز به سوژه و بک‌گراند داریم. خب، از این قسمت من بک‌گراندم رو وارد میکنم، میکشم میارم اینجا رها میکنم. خب، حالا من میخوام بک‌گراندم رو بچرخونم. خب، برای این کار کنترل تی رو میزنم، صفحه کلید. باید این بک‌گراندمون از این قسمت حالت انتخابش فعال شده باشه. روش کلیک کنید انتخاب میشه. کنترل تی رو که زدیم به این حالت که در اومد، کلیک سمت راست کنید و گزینه 90 درجه رو بزنید. خیلی. حالا اگه برای شما این گزینه فعال نبود، ببینید این حالتی میشه. خب، وقتی میخواین بک‌گراند رو فیت کنید این حالتی میشه. پس این گزینه رو حتما فعالش کنید و از این قسمت بک‌گراند رو بزرگش کنید. من میخوام این برگ به سمت بالا بره. دوباره کنترل تی رو میزنم و میام گزینه آخر رو میزنم، برمیگرده سمت بالا. حالا دوباره بک‌گراند رو بزرگش میکنم، میارمش پایین تر. خب، ببینید یه حالت مک شدگی داره، اصلا برگه دیده نمیشه. برای اینکه بخوایم حالت برود این بک‌گراند رو در بیاریم، روی قسمت فیلتر بلور و گاشن بلور رو می‌زنیم. اینجا هر عددی که دوست دارین بهش بدین، هر شما که دوست دارین محض بشه. حالا من تا این عدد خوبه، این عدد 36 خوبه براش. خب، اوکی رو میزنم. قبل اینکه بخوام سوژه رو وارد کنم، من باید یه فضای تنفسی رو اینجا ایجاد کنم. خب، از قسمت ویو گاید نیو گاید رو میزنم. این قسمت نیو گاید رو میزنم. ببینید تنظیماتش باید این تنظیمات باشه، کاستوم باشه، باید غیر فعال باشه. پیکش این تیکش فعال باشه. اگه برای شما همه اعداد 20 بود، روی 100 بذارین حتما. خب، اوکی رو میزنم. این به من میگه که متنم از این قسمت ها به این سمت نیاد، چون توی استوری موشن که میخوایم موشن بدیم و دیده نمیشه. این خب این برای اینه که مثلا میخوایم متنی بنویسیم دیگه همه داخل همین کادر باشن، دیگه از بغل بیرون نزن. خیلی خب، من حالا سوژه‌مو رو وارد کنیم. سوژه‌مو از قبل بک‌گراندش رو حذف کردم. خب، وارد میکنم. بعد این قسمتی که خالیه توی قسمت لایه ها برید، کلیک سمت راست کنید، کامل توی سمارت آبجکتی بزنید. خب، حالا زمانی که بزرگ رو کوچیکش میکنم از کیفیت عکسم کاسته نمیشه. خب، من اینو جایگزین کنم. همینجا جاش خوبه. حالا برای متنای پشتش
سوژه رو چشمش رو خاموش کنین، بیاین متن پشتش رو تایپ کنین. از این قسمت از نوار سمت چپ تی رو انتخاب کنین یا روی صفحه کلید تی انگلیسی رو بزنین. خب اینجا زبانتون انگلیسی باشه. آیم داد شوشو. فونتش هم میتونید هر فونتی که دوست دارین انتخاب کنید. حالا من یکی از فونتایی که خود فتوشاپ داره رو انتخاب کردم. فونت خاصی نیست. یکی از فونتای انگلیسی رو میتونید انتخاب کنید. خب اینجا 3 تا داریم درسته؟ خب میخوایم از این کپی بگیریم، دوباره اینو تایپ نکنیم بچه ها. آلت رو نگه داریم، زمانی که این فلش 2 تا شد بکشین بیارین پایین. این میشه کپی. یا اگه خواستی کنترل جی رو بزنیم صفحه کلید بعد بیارینش پایین. یعنی خب سریع‌ترین راهش همین آلت رو نگه داریم بیارینش پایین، دقیقاً زیرش. خب حالا این پایینیه از بالای یه مقدار کم رنگ‌تره، میام اینجا اوپاسیتیش رو یه مقدار کم میکنه. خب حالا سومی رو انتخاب میکنم، اینم اوپاسیتیش رو از 65 یه مقدار کمتر میکنم، حالا هر عددی که دوست داریم. خب حالا سوژه رو فعال میکنم. ببینید سوژه اومده زیر این لایه قرار گرفته، پس من اینو میکشم میبرم بالاترینش که اینا برن پشت سر سوژه قرار بگیرن. خیلی این از متن. حالا برای سوژه ببینید یه حالت چیزی داره این پایین. خب من میخوام حالت محو شدگی بهش بدم، اینجوری برشش دیده نشه. برای این کار لایه سوژه میرم، از این پایین یه دونه ماسک بهش میدم، بعد میان از این قسمت طیف رنگی ها گرادینت ها اینو انتخاب میکنم و از گوشه اولی دوربینه اول انتخاب میکنم. خب وقتی میام اینجا میکشم سمت بالا حالت محو شدگیش هست. این قسمت هم بهمون میگه که میخواین چجوری مثلا حالا محو بشه. من دوربینه اول انتخاب میکنم. خب حالا اینجا دوره 0 تا 100 استوری موشن. خب حالا میریم سراغ متن بعدی. تی رو میدانم، دوره 0 تا 100. خب این فونتش فونت جوانی بچه ها. حالا هر فونتی که داریم میتونید انتخاب کنید. ببین میخوام یه رنگی از لباس هم بگیرم. خب وقتی که اینجا این قسمت روی رنگ کلیک میکنم خط چیکون برای فعال میشه. هر جایی کلیک میکنید متنتون به همون رنگ در میاد. خب من حالا یه قهوه تیره میخوام تغییر دست برمش بالا. برای جابجایی ابزار مو رو باید انتخاب کنیم. این اولین ابزار رو انتخاب میکنیم یا وی انگلیسی صفحه کلید رو بزنید براتون فعال میشه. خب بعدیش استوری موشنه. دوباره تی رو برمی‌دارم. ببینید استوری موشن اینجا یکم حالت کشیده داره. حالا برای کشیدگیش بهتون میگم. خب دوتا برند اینجا اول فونتش رو انتخاب کنم. فونتش مربع استوری. وقتی میخواین کشیدش کنید شیفت رو نگه دارید، تی 2 نقطه فارسی رو بزنید پشت سر هم کشیده میشه. خب استوری موشن. خب من از این قسمت میام بولدش رو کنم، بزرگش رو کنم، یه مقدار این کشیدگیش زیاده کمش رو کنم. خب
حالا برای رنگش دوباره روش کلیک میکنم، میامد قسمت گرادینت، قسمت این قسمت رو بزنید. خب براتون بالا میاد. حالا رنگایی که دوست دارید روش کلیک کنید براتون باز میشه، این که دوست داشته باشه. خب من یه قسمت نارنجی ها میرم، این خوبه. نگاه کنید وقتی این تایمر رو جابجا میکنید رنگاش جابجا میشه، مثلا که نارنجی به سمت زرد بره یا برعکس. خب این اگه بزنید حالت میشه. خب حالا اینو که بهش دادیم رنگشو میایم یه دراب شده هم بهش میگیم. نگاه کنید رو گزینه رنگ گزینه باشه، مالتی کلر باشه. من یه دفعه اوپاسیتیش رو بیشتر میکنم. از این قسمت نگاه کنید هر چقدر بیشتر باشه این حالت میشه. شما زیر عدد 10 بگید حتما، بیشتر از 10 بهش نده. اینم که حالت محو شدگیش رو بیشتر میکنه. خب حالا میام از این قسمت این گلیم دوم میزنم، نگاه کنید یه حالت سه‌بعدی بهش میده. خب من یکم دوم کنم، نگاه کنید هر چقدر این بیشتر باشه این حالت سه‌بعدیش رو بیشتر نشون میده، یا اینو هر چقدر که بیشتر کنیم حالت سه‌بعدیش بیشتر میشه. خب اینم همین عوض بوده دیگه. من میخوام چه بشه، اینم کمی صفر باشه. خیلی حالا میریم سراغ قیمت و باکس های قیمت. دوباره ابزار تی رو برداریم، قیمت داره، قیمت تخفیف داره. خب قیمت اصلی آنافه فونتش دوباره اینجا به هم. خب فونتش رو انتخاب میکنیم، مربع مگنیزیوم. خب دقیق میاریم زیر اکسوری میتونه. ببین بچه متن همه باید توی ردیف باشن، شروع و اتمامش توی خط باشه. نگاه کنید با بالایی باید یکی باشه. این خط ها هم خاطر همینه که گفتم برش ایجاد کنید که همه توی یک راستا باشه. خب حالا باکسش سفید رنگه. برای باکسش میام ابزار رکتانگل تو رو برمی‌داریم اینجاست. ببین علاوه سمت چپ اینجا. اگه نبود کلیک سمت راست کنینش، نگاه کنید ابزار دیگه. مثلا اگه اول این بود کلیک سمت راست کنید، اینجا مربعش رو براتون میذارم مستقلش. خب حالا من میکشم یه مستطیل رنگش سفید، از این قسمت اسمش رو خاموش کنم. میتونید از این قسمت هم استفاده کنید، میتونید از این نقطه بالا. خب حالا واسه این گوشه هاش یه مقدار اون حالتی چیزیشو میخوام بردارم. خب اینجا یه عدد 20 پیش میدم، یه این گوشه هاش از حالتی چیزی گرد شد. خب حالا برای قیمت تخفیفم میرم پایین تر، قیمت تخفیف 2 نقطه. حالا دوباره نمیخوام اینو بکشم، آلت رو نگه میدارم، ازش کپی میگیرم میارم پایین برای تخفیف. خب برش باکسمون یه مقدار هم باکس همون بیشتر کنم، پهن‌ترش کنم برای پایینی. حالا این رنگش رو من میخوام سبز بذارم. سبزم این سبز رو میخوام بذارم. کد رنگش رو میتونید از اینجا بردارید. اگه میخواید توی استوری ماشین رو کار بذارید این کد رنگی رو بزنید براش. خب
این از این. حالا میخوام متنش رو بذارم، دوباره از این کپی میگیرم. ببین وقتی کپی میگیرم میکشم اینور، این دیده نمیشه. چرا؟ چون زیر لایه باکس قرار گرفته، برای همین اینو میکشم و اون بالا قرارش میدم. خب قیمت اصلی 1,599,000. خب حالا اینو کوچیک میکنم این مقدار، از خاط نزنه بیرون. ببین فضای تنفسش از این قسمت تا اینجا و از این قسمت تا اینجا باید یک اندازه باشه و همه توی یک خط باشه. خب حالا برای پایینم اینو کپی میکنم میارم پایین، میزنم وایرا. حالا رنگشو از اینجا سفید میدم، رنگش زرد البته. خب کد رنگیش رو بهتون بگم، کد رنگیش اینه، این کد رنگیشه. خب رنگش اینجا، کد رنگیش اینجا وارد میکنم، برام اعمال شد. خب حالا یه نقطه بزرگتر، وسط و تمام. خب حالا برای متن پایینشم باید یه دونه باکس باید ایجاد کنم. باید میرم ابزار رو برمی‌دارم، یه باکس اینجا قرار میدم، از اینجا استوریتش 0 و رنگشم یه رنگ قهوه‌ای تیره میخوام بهش بدم. خب حالا گوشه هاشم همون عدد 20 بهش میدم که با همه برابری کنه، با این دوتا بالا همینجا 20 بهش میدم. خب برای متنشم فونتش فونت جوانه، این فونتش هم فونت جوان بود بچه ها، اینو فونتش رو فونت جوان بزنید. خب دوباره تی رو میزنم، متنش رو تقریبا نمکسای فکرش رو برطرف. خب میزنم تقریبی لامینه کنم روتشان فرانکو یکی پیج رنگشم سفید میذارم. ابزار مو بند کنترل کی رو میزنم که چپش میکنم بیارمش اینجا قرارش بدم. خب این مقدار اینو از پیش شده یه ردی نیستن، خیلی خوب. خب برای نورپردازی سوژم روش دوباره کلیک میکنم. خب از قسمت این اشادو حالا یه رنگ مایل به همون رنگ بک‌گراند، از اینجا میتونید رنگش رو انتخاب کنید، انتخاب میکنید و بعد از این قسمت نگاه کنید هر چقدر عدد بیشتر بشه شدت نورش بیشتر میشه. من نمیخوام این حالتی بشه، یه مقدار ملایم تر باشه. سایزش هم هر چقدر بیشتر کنم حالت پراکندگیش بیشتر میشه، قشنگترش میکنه. مثلا این حالتی نگاه کنید، این حالتی نباشه، حتما سایزش رو یه مقدار بیشتر کنید که این حالت پراکندگیش ایجاد بشه. خب یه دونه نرگله هم بشیریم. حالا اینم تعلیماتش رو همینا رو بسید. حالا هر رنگی که سوژتون هر رنگی که داشت بک‌گراندش اون رنگ رو انتخاب کنید. خب اینجا یه دونه آردرگیره هم بهش میدیم، نگاه کنید اگه فعالش رو پشت سر سوژه یه حالت نوری بهش میده. این هم تعلیماتش همینا و اوکی رو میدن. خب حالا ما میخوایم این لایه ها همه لایه ها رو یه گروه کنیم. خب هر کدوم از این لایه ها یه گروه باشه که توی افتر افکت دسترسی بهش راحت باشه. خب اول اینکه قفلش رو باز کنید، قفل بک‌گراند رو حالا میتونید حذفش کنید یا باشه، ایرادی نداره. کنترل رو نگه دارید رو بک‌گراند اصلی کلیک کنید، بعد این پایین گروه رو بزنید. نگاه کنید یه گروه ایجاد شد. خب اسمش هم بذاریم بک، به انگلیسی یا فارسی فرق نمیکنه، بک‌گراند. حالا این متنای پشت سوژه رو همه رو به هم دیگه کنترل نگه داریم
و تیره کنیم. خب اینم کنترل جی رو بزنیم یا از یک قسمت دوباره اینو بزنیم که گروپ بشه. بزنیم متن پشت سوژه و خب اینم میشه سوژه‌مون. سوژه دوره 0 تا 100. این هم اسلوی موشنه. این دوتا رو با هم دیگه میگیریم، میشه تیترمون، قیمت اصلی و این و اینم میشه یک گروه، میشه قیمت اصلی، تخفیف و این ستان میشه تخفیف، اینم میشه متن پایین. حالا این متن پایین تقریبا میاد جای بک‌گراند قرار میگیره. بعد سوژه تیتر اصلیمون میره بالا به ترتیب قیمت اصلی و تخفیف. خب اینا رو که پوشه بندی کردی، گروه بندی کردی، حالا باید ذخیره کردنش. میایم از قسمت فایل سیو از رو میزنیم. خب تو اون پوشه‌ای که مد نظرتونه اینجا میتونید پوشه‌تون رو پیدا کنید، رو دسکتاپ رو هر جایی که ذخیره کردین میتونید پیدا کنید. حتما بسندش باید فتوشاپ باشه، PSD باشه. خب اینجا اسمش رو میتونید عوض کنید ولی اسمش انگلیسی باشه، به فارسی اصلا نزنید چون توی افتر افکت امکان داره پروژه‌تون باز نشه. حالا چون من از قبل اینا رو ذخیره کردم همین گزینه یک رو براش میزنم. شما هر اسمی که دوست دارید براش بذارید. خب سیو رو میذارید و اوکی. خب حالا ما میخوایم برای استارت استوری ماشین، برای اول استوری ماشین هم یه بنر طراحی کنیم دیگه، درسته؟ بنرش هم این بنره. خب ببینید میخوایم این بنر رو برای استارت استوری ماشین طراحی کنیم. خب برای این کار نیاز نیست که دوباره سند جدید ایجاد کنیم. همین پروژه‌ای که انجام دادیم، این گزینه‌ای که بهتون میگم رو پاک کنید، قیمت اصلی، تخفیف. خب اینم پاک بشه، متن پایین ما فقط بک‌گراند بمونه. خب حالا ما اینجا یه دونه دایره داریم، میریم تو ابزارهای الیپسمون، الیپس رو انتخاب میکنیم، شیفت رو نگه داریم، دایره‌تون رو بکشیم. اگه شیفت رو نگه نداریم دایره‌تون این شکلی میشه. پس شیفت رو نگه داریم که یک اندازه ایجاد بشه براتون. خب رنگش یه رنگ، حالا از رنگ بستنی نمیتونید استفاده کنید، این آقا تیره تر. میتونم از اینجا کد رنگیش رو ببینم. خب بذارید کد رنگی همین رو بذاریم بچه ها. خب همین کد رنگی رو بهش میدم. این استوری که حتما رنگ فعال باشه، کد رنگیش رو اینو بشه. خب این دقیقا وسط قرار میدیم. حالا یه نوری زیر این دایرمون هست. خب برای ایجاد همین نور دوباره ازش با کنترل جی یه کپی میگیریم. خب یا از اینجا خب با کنترل جی یه دونه کپی میگیریم، لایه پایین رو میام رنگش سفید میکنیم. خب بعد قسمت فیلتر بلو، کاشان بلو رو براش میدن. گزینه اول انتخاب. ببینید هر چقدر که عدد بیشتر بشه اون پراکندگیش بیشتر میشه. خب در این اندازه خوبه. حالا برای متنش میخوای کسب و کار خودتو داشته باشی. خب این فونتش مربع و میدیوم. خب
اینو میرم بالا. خب برای متنش تیر رو برمی‌داریم اینجا. میخوای مربع و مدیوم. خب سایزش رو بزرگ میکنم. پایینم داشته باشید حالا برای وسط فونتش فرق میکنه. خب فونتش جوانه فکر میکنم. آره خب کسب کار ردیتو خب من این مقدار فکر کنم. حالا از اینجا فونت جوانه بهش میداریم. خب خود رنگیش اینه بچه ها. خب رنگی خیلی اینم از بنر اولی سوری مشتریمون. حالا این مقدار این دایرش نسبت به این بزرگتر اشکال نداره. خب حالا بریم برای ذخیره کردنش. خب برای ذخیره کردنش از قسمت فایل دوباره سیو از رو میزنیم و اینجا یه اسم براش انتخاب میکنیم و فایلش هم کتمان پیوستی باشه. سیو رو میزنیم. خب بچه ها طراحیمون تموم شد. حالا بریم این دوتا بنری که طراحی کردیم و توی افتر افکت موشنش کنیم.